کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 6 دکبر سال 2022 در شرق جمهوری زمین لرزه رخ داده. صبح 7 دکبر در جماعت تکاب نویه ورزوب یک تپه به بالای راه فرو ریخته است. بنا به اطلاع پژوهشگاه گیولوژیا، ساختمان به زمین لرزه تاب‌آور و زلزله شناسان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شب 6 دکبر سال 2022 ساعت 21:03 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. مرکز زمین لرزه در 170 کیلومتری شمال و شرقی شهر دوشنبه و 53 کیلومتری جنوب و شرقی نویه رشت جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 5 بال و در نویه رشت طبق جدول ریختر 3 بال را تشکیل داده است. کمیته اولویت فوق‌العاده گفت خوشبختانه بر اثر این آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است و یگان بنا و انشاءات ویران نشده است. صبح 7 دکبر سال 2022 ساعت 09:32 دقیقه به وقت محلی در حدود جماعت تکاب نویه ورزوب در گردش طرف منطقه استراحتی صف دورک یک تپه به بالای روی محلی چپه شده است. در نتیجه این آفت هم خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. گفته می شود برای رفع عاقبت‌های این آفت تکنیک مخصوص و کارمندان خدمات رای وزارت نقلیات تاجیکستان به جای حادثه سفربر کرده شدند. کمیته اولویت فوق‌العاده یادداشت کرده است که در پی بارشات شدید اخیر به خصوص در مناطق کوهستان و کودامن خوف فرو ریختن ترمه و سنگریزی و فرو رفتن تپه ها و کوه ها زیاد است. به این دلیل کمیته از ساکنان و مهمانان کشور خواهش میکند که در این روزها حرکت توسط راههای کوهستانی را حد الامکان محدود کرده بدون ضرورت عاجل نبرایند. از مردم همچنین خواسته شده است که در این روزها از رفتن برای جمع‌آوری ازم و شکار در مناطق کوهستان نیز خودداری ورزیده از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. بنا به پیشبینی هواشناسان سردی‌های کنونی در تاجیکستان دست کم تا 9 دکبر ادامه می‌یابد و در این روزها در وادی‌ها ریختن باران و برف و در مناطق کوهستان برفخیزی‌های شدید پیش بینی کرده می‌شود.